بلوگر روز کریل شوچر از شهر سنت پتربورگ بعد از بیمارستان جواب شدنش در یک مراجعتنامه ویدیویی از مردم تاجیک عذر پرسید و اعتراف کرد که او حق نبود. شوچر گفت طی 20 روز در بیمارستان قرار داشتنش ارزش‌های خود را از نو بازبینی کرد و به خلاصه رسید که زندگی را نباید برای قهر و غضب صرف کرد. او وعده داد که از پلیس عریضه‌اش را به ضد دو جوان تاجیکی که او را لطوکوب کردند پس میگیرد. شوچر در مراجعتنامه‌اش گفت: سلام مسلمانان عزیز، حالا ماه مقدس رمضان ادامه دارد. آرزو دارم که همه شما این ماه را خوب و خوش تجلیل میکنید. همچنین میخواهم در پیش شهروندان تاجیکستان و مردم تاجیک برای اون ویدیوی تحقیرآمیز و جنجالی که در اطرافش به پا شد صمیمانه عذر بپرسم. من اون ویدیو را الکی پاک کردم. زندگی خیلی کوتاه است که آن را برای قهر و غضب و کینه و عداوت خرج کنیم. یادآور میشویم در اول ماه فوریه سال جاری این بلاگر در یک ویدیوی نوش به دختران راهگذر در عوض آیفون پیشنهاد همخوابگی کرده بود. یکی از این دختران یک دختر تاجیک بود که کریل شوچر در کوچه یک قوطی تلفن در دستش پیش این دختر آمده پیشنهاد کرد که در عوض این تلفن با او علاقه جنسی کند. در ویدیو دیده میشد که در اول دختر نمیفهمد که این بلاگر از او چی میخواهد. او اقرار میکند که روسی رو خوب نمیفهمد. شوچر همچنان تلاش میکند تا به این دختر منظورش رو بفهماند که در عوض تلفن از وی چی میخواهد، ولی دختر پیشنهاد او را رد میکند. شوچر بعدا به این دختر پیشنهاد میکند که او را ببوسد و دختر با خواهش پرانکر اول از یک باری رو و سپس از لبانش بوسه میکند. شوچر ادعا داشت که بعد این ویدیو نفران زیادی از زادگان تاجیکستان به او تهدید کرده طلب کردند که ویدیوی جنجالی را از اینترنت پاک کرده دیگر به دختران تاجیک کاردار نشود. در نهایت این همه به مناقشه در اتوبوس رقم 228 در پتربورگ پیچید. دو جوان تاجیک شوچر را در اتوبوس دیده او را لطوکوب کردند. هر دو جوان را بلافاصله بعد لطوکوب بلاگر راهگذران دستگیر کرده به پلیس سپردند. پلیس در رابطه با این قضیه با اتهام افباشی پرونده گشود. کریل شوچر باشد برای 20 روز به بیمارخانه افتاد.